در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان همکاری و مناسبت‌های دوجانبه و بسیار جانبه میان جمهوری تاجیکستان و شاهیگری عربستان سعودی رشد و تحکیم یافته است. کمک شاهیگری عربستان سعودی با مبلغ $500,000 آمریکایی برای پیشگیری از بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان. این کمک ها با ابتکار پادشاه عربستان سعودی شاه سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود در اساس همکاری های دوستانه و برادرانه میان دو کشور برادر جمهوری تاجیکستان و شاهیگری عربستان سعودی با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تقدیم گردید. هذا اليوم مبارك أن يكون مصادفة تقديم هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. ولأن الإنسان أولا. مراسم تحویل این کمک‌ها در سفارت شاهیگری عربستان سعودی در شهر دوشنبه با اشتراک سفیر فوق‌العاده و مختار شاهیگری عربستان سعودی ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان و معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شادیخان جمشید، نمایندگان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، اهل مطبوعات و تلویزیون و رادیوی دولتی صورت گرفته. در ادامه این مراسم جانب‌ها از ثمره پربار همکاری‌های دوجانبه و بسیار جانبه جمهوری تاجیکستان و شاهیگری عربستان سعودی تحسین خوانده. همزمان این اقدام‌های نجیب را محصول خرد سیاسی و انسانی پیشوای معظم ملت محترم امام الرحمن و پادشاه عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود نامیدند. این کمک‌ها لباس‌های طبی، نقاب‌های محافظتی، دستپوشک‌ها، داروباری‌ها، محلول‌های بی‌ضررکنی و غیره را در بر می‌گیرند. با گفته سفیر فوق‌العاده و مختار شاهیگری عربستان سعودی در تاجیکستان، این کشور در سیاست دولتداری خود انسان را عالی‌ترین جوهر عالم هستی نامیده خدمت برای بشریت را در سرآغاز سیاست خارجی خود قرار داده است.